خدمت تمامی شما بیننده های عزیز. امید است که جور و صحتمند و سرحال باشین و از گزند روزگار در حفظ پناه پروردگار یکتا قرار داشته باشین. خوش آمدید به یکی دیگر از گزارش هایمان با من مروه برهانی و تشکر از اینکه همیشه برنامه های ما رو بیننده هستین. تشکر از اینکه چینل ما رو سابسکرایب میکنین، برنامه های ما رو با دوستانتون شریک نموده لایک، کامنت و سابسکرایب را همچنان فراموش نمیکنین. و اما قسمتی که میبینین ما امروز به یک محیط کاملا متفاوت آمدیم، به یک جای کاملا متفاوت آمدیم و امروز خواستم براتون از سنگ فروشی شهر کابل گزارش داشته باشم، چون که شما عزیزان بر ما پیام گذاشته بودین که بر ما از سنگ فروشی هایی که در شهر کابل هستن گزارش داشته باشین تا که در مورد سنگ ها ما بیشتر معلومات ارسال بکنیم و معلومات داشته باشیم. و من هم پیام شما عزیزان را دریافت کردم، خواستم که به صدای شما عزیزان لبیک گفته و بیایم از سنگ فروشی شهر کابل به شما عزیزان گزارش داشته باشم. صحبت بیشتر من نمی کنم، چه خوب است بریم که با مسئول سنگ فروشی که هستن اینجا در کنار ما همراه اونا صحبت داشته باشیم و معلومات بیشتر در مورد سنگ ها، در مورد رنگ هایشان، در مورد دیزاین ها و کیفیت اونا بر ما داشته باشن. و فراموش نکنین ما را مثل همیشه تنها نگذارین که برنامه ما را بیننده باشین، با دوستانتون شریک نموده لایک، کامنت و سابسکرایب را همچنان فراموش نمیکنین. سلام، خوب هستین؟ سلامت باشین، تشکر. میشه خودم معرفی بکنین برام؟ اسم من صفی‌الله هستم. صفی‌الله جان. خب صفی‌الله عزیز چی حال دارین امروز آب و هوای گرم؟ شکر است، خوب است، میگذره دیگه، کامل گرم است. دقیقاً. همه قسمی که آب و هوا گرم است، چطور از بازار کاربارتان همچنان همین قسم گرم است یا خیر؟ والا یک ذره ضعیف است، بله ضعیف است، چون سنگ‌های ما یک ذره قیمتی است و به خاطر دیگه مشتریش کمتر است. انشالله که در کاروبارتان برکت بیفته و همون دونه که کرده دیگه از بین بره کلن و دوباره کاروبارتان رونق بگیره. خب صفی‌الله جان، میشه بر ما بگین چه مدت زمان میشه که شما خودتان مصروف کاربار هستین در عرصه سنگ؟ ما تقریبا 5 سال میشه که اینجا هستیم. مدت 5 سال. ولی در کنار از سنگ ما کاشی هم داریم، چون باز تجربه کاشی تقریبا بیش از 2 دهه است. 20 سال میشه که ما در این کسب و کار هستیم، ولی سنگاری را که شما میبینید این سنگا را ما جدید به افغانستان آوردیم، چون دیگه که از افغانستان این چیزا را نمیاره، خاطر که یا سنگای سلب است، سنگای وطنی که است، سنگای 60 بر میباشه، خرد میباشه، ولی یا تختای بسیار کلان داره. مثلا تختای 2 در 3 داره، 1 متر 90 در 2 90 داره و رنگای مختلف داره. یعنی کار سنگ با کار کاشی دیگه فرق میکنه و اینجا که هستیم کلا تمامش سنگ است؟ بله تمامش سنگ است. این دکان ما مربوط سنگ میشه ولی شروع دیگه ما مربوط کاشی میشه. درست است. پس دو بیننده عزیز فعلا از سنگ کلا گزارش به شما عزیزان می‌داشته باشیم و در قسمت کاشی همچنان که اشاره کردن صفی‌الله جان میریم و از کاشی همچنان ازشان معلومات حاصل میکنیم و کاشی ها رو همچنان بریم. خب پس صفی‌الله جان چه خوب است که بریم پیش خود سنگ نزد سنگا و در موردشان اونجا صحبت داشته باشیم. خب میشه صفی‌الله جان بر ما در مورد این سنگ بگویی که این سنگ از کجا هست، از کجا وارد میکنین بیشتر سنگایتان؟ یا اصلا همش ایرانی است، یا اصلا کلش ایرانی است، یا سنگای معدن میباشه، سنگای طبیعی است به شکل سلب باز پروسس میشه و پالش میشه و بعد از پروسس باز بسته‌بندی میشه. اینجوری از کجا وارد میشه این سنگ؟ یا از ایران از کشور ایران. درست است. پروسس این سنگ‌ها چقدر وقت را در بر میگیره؟ والا خب یا خب کپ سنگ میباشه، کپ معدن است دیگه، شاید یک سلپش که جور میشه و حدوداً 1 هفته در بر میگیره. یعنی 1 هفته در بر میگیره. واقعا جای تعجب دوستان عزیز و کار انسان است، کار دست انسان است که یک سنگ را میگیرن به این قدر ظرافت کاری پالش میکنن، پروسس نموده، بعدش به این قسم سنگای شفاف و خوب بر نزد مشما میگه. اصلا تصور نمیکنی قسم سنگایی که کلان هستن اونا به شکل در بیان. واقعا که کار دست و کار هنر هم فوق العاده است. خب میشه در مورد رنگاشون بر ما بگین که بیشتر کدام رنگا را وارد میکنین؟ ما تقریبا 25 رنگ داریم. 25 رنگ‌های مختلف است. هر کدامش یک رنگ یک نوآوری سعی‌تر، یک رنگ سعی‌تر، چون یا سنگ‌های معدن است. هر کوپه که یا بروش میکنن و مدت یک رنگ متفاوت میاد. یعنی دیگه رنگ‌های طبیعی خودشان است. طبیعی است، بله. یکی مصنوعی است که جور میکنن، یکی طبیعی است که از خود معدن میباشه. یا کلش همش طبیعی است. همش رنگ‌های طبیعی است. خب بیشتر که مشتریتان به شما فرمایش میدن یا فرمایش مشتریتان میگه کدام رنگ به شما فرمایش؟ خب رنگ‌های تیره‌تر، رنگ‌های تاریک، بله تاریک‌تر باشه، مثلا این رنگ‌ها اون رنگ سرد مرکزی و همچنان اون سیاه و اون دیگه‌شون که باز می‌بینیم
بیشترین رنگای تیره است. رنگای تیره است، درست است. خب پس چه خوب است بریم به این طرف و سنگای دیگه همچنان هستن. میشه در مورد این سنگ بر ما معلومات بدین که این سنگ به کدام نام یاد میشه و یا از کشور ایران وارد شده یا خیر؟ بله، یا این سنگ نامش است سنگ به نام پاندا میگن. سنگ پاندا؟ بله. میشه این نامش است پاندا. سایزش 1.80 در 2.90 یک تخته سلب مکمل است. و این همش تولید ایران است. چرا این سنگ به نام پاندا یاد میکنن؟ خب این خب کمپانیش هم یک نام مانده سرش. شکل پاندا رو فکر کنم داره. شکل پاندا داره. درست است. و این سنگ به نامش یاد میکنن؟ این سنگ به نام پرشن سلک یاد میکنن. یا سایزش 1.90 در 2.90 است. 2.80 1.80 در 2.90 1.80 در 3 متر. سایزش فرق میکنه. این سنگ که یاد کردین به دیگر رنگا میوه یعنی فقط امیر رنگ؟ نه خیر، فقط هر کوپ سنگی را که از کوپ یا میکنن اون یک رنگ باشه. یک رنگ است دیگه هیچ رنگ. یا مثلا از یک کوپ است و از یک کوپ است، اینطور هر کدامش یک فرق میشه. بله. قیمتی ترین سنگ در اینجا کدام سنگ است؟ قیمتی ترین سنگ ما یک رقم سنگ داریم به نام سنگ رخام میگیم. تقریبا قیمتش متر 20,000 افغانی میاد. متر 20,000. بله، متر 20,000 افغانی میاد چون در پشت از او لایت بردیم ایشونش عین شیشه و یک چیز است. تو نشان میده ولی ما وقتی نشان میدم اینجا درست است، یعنی فعلا هست اینجا سنگ رخام. بله ها موجود داره. چه خوب است که بریم اونجا و در موردشون صحبت بکنیم. همین سنگ به نام همین سنگ به نام سنگ رخام یاد میکنن؟ بله، این سنگ هم داریم اینش هم هست. یعنی قیمتی ترین سنگ در افغانستان فعلا هست. این سنگ هم از کشور ایران وارد میشه یا داخل خود کشور؟ بله، همش از کشور ایران است. بله. در داخل خود کشور ما سنگ ما شما نداریم؟ بله داریم. یعنی اینجا هیچ شما نداشتین؟ نه ما نداریم، بخاطر که سنگای معدن افغانستان که است از 60 بر بالا نیست. چون بعضی مشتریای ما که است انتخاب خوب دارن میگن تختای کلان باید باشه، این تختای شیشه وری سایزش کلانتر باشه. با سنگ وطنی که از 60 بر میباشه. اگر چی سنگ داریم ما سنگ وردک است، مثلا سنگ هلمند است، چشت هرات است، ولی با سنگای ما که است به شکل تختای سلب میاد. 60 بر نیست خورد. باز بسیاری فروشات سنگای وطنی که است به میز آشپزخانه میباشه. ولی برای دیکوری پشت کانتر اینجا که جور میکنن معمولا از تختای سلب کار میکنن. تختای سلب درست است. و قیمت سنگایی که در داخل خود کشور ما بیشتر هستن یعنی اونایی که از خارج از افغانستان وارد میشن؟ نه خیر نه، اونایی که از خارج از افغانستان میاد. وقتی که با گمرک میخورن، مسئول میخورن و قیمت هم است. سنگ افغانستان که از سایزش خرد میباشه و سنگایی که از خارج میایم به شکل سلب میایم. قیمتش بالاتر است از سنگ. باز از لحاظ کیفیت و کوالیتی چگونه است؟ او سنگا بیشتر کیفیت و کوالیتی را داره که از بیرون از افغانستان وارد میشن یعنی سنگایی در داخل خود کشور؟ خب سنگ افغانستان هم کوالیتی خود داره. مثلا سنگ چشت هرات است که هم در کل ایران بکنیم پیدا نمیشه. ولی چون اینجا مردم که است مشتری ما خواستن که است انتخابشون سنگای کلان است. متاسفانه او تو یک ماشینی نیست در افغانستان که سنگ هرات به شکل سلب جور کنه. گرچه سنگ افغانستان بهترین سنگ است ولی چون ماشینش نداریم دیگه به تختای کلان جور نمیشه. یعنی دیگه سنگ است ولی وسایلش نیست که ما اونا رو بتونیم پروسس بکنیم و به اون شکلی که مشتری میخواین در بیاریم. درست است؟ و در قسمت رنگاش اگر بر ما بگین در قسمت رنگ و قیمتش فرق میکنه یعنی؟ بله رنگای سفیدتر ارزانتر میباشه، رنگای تیره‌تر قیمتتر است. رنگای سفیدتر کمک؟ خب رنگ سفیدتر دموجا ارزان است چون هر کوپر که میکشن حتما رنگ سفید میداشته باشه ولی رنگای تیره‌تر قیمتتر میاد بخاطر که بسیار سر زحمت زیاد میکشن پورا بتونن یک چیزی تیره‌تر جور کنن. مثلا اون رنگ که شما رسای کنید اون قیمتش یک چیز است، پولیش دیگه چیز است. در مورد طرح و دیزاینش بر ما بگین. به طور مثال این فکر کنم گلدان است دیگه، درسته؟ نه خیر این پایه است. این پایه است. بله ستون است. در مورد طرح دیزاینش بر ما بگین که دیزاینش در کجا میشه؟ در خود افغانستان یعنی هم بیرون از؟ نه همش ما خودمون کارخانه داریم. همش همینجا جور میشه فقط از ایران به شکل اسلام. بله شکل اسلام نه باز هر چیزی که مثلا مشتری ما خواسته باشه ما برش
افغانستان میشه پروسس کارش و فقط سنگش است. فقط سنگش است. ایران میاد دیگه بقیه کارایش همش در افغانستان میشه. ساخت یک پایه یا هم گلدان یا بعض وسایل دیگه که دوستای ما فرمایش میتن بر ما هر کدامش مدت زمانش فرق میکنه وقت در بر بگیره یا بله یک پایه که مثلا یک ستونی را که مشتری ما انتخاب میکنه یا مثلا بر ما نظر میده که نزی باید جور کنیم یا نزی رنگ باید جور کنیم خواهمخواه وقت گیر است. وقتی که کار سنگ بسیار ظرافت کاری دیگه همراه شیشه کار میکنین و یک چیز است. خواهمخواه یک ستون یک هفته یک نیم هفته وقت در بر میگیره. بیشترین چیزی که کار زیاد در بر میگیره چی است؟ که مثلا وقت زیاد میگیره در بر باید بسیار سرش دقت به کار شود. بیشترین زمان را که میگیره شومینه میگیره. این شومینه را که شما در سالونا دیده باشید بیشترین زمان رو میگیره. وقتی که او بسیار کار ظرافت کاری است بسیار باید کوشش کنه آدم که چیز صحیح تر دیگه باز دیگهش خوب است آسان تر است. بیشترین وقت زمان را که میگیره شومینه است. تا حالا شده که مشتریتان انتقاد کرده باشن که مثلا ما چیزی که می‌خواستیم سنگی که می‌خواستیم شما بر ما ندادین یا هم با ما دیزاینی که می‌خواستیم شما بر ما جور نکردین؟ فضل خدا تعالی تو گپ نشه. وقتی که ما همیشه که هم سنگ میاریم چیزی را که ما نمونه در دکان میزنیم می دفتر ماست همون نمونه ما در گدام ماست همون رنگ را که یا خوش میکنه یا هر کدامش کد داره نام داره نظر به کد و نامش ما باشه رنگ جور میکنیم. یعنی خوشبختانه دیگه چه قسمی اتفاق تا فعلا نفتاده درست؟ بله. دوستای عزیز سنگی که بسیار از من بر خود جلب توجه کرد که ما باید پیش برم سنگ است که به اون قسمت است میشه بریم در مورد از او صحبت داشته باشیم چون که واقعا یک طرح و دیزاین متفاوت داره و از زمانی که ما به دکان آمدم اینجا همین سنگ بسیار از من جلب توجه کرد در خود. میشه در مورد از این معلومات بدین کی به کدام نام یاد میشه و بر علاوه ازی در کدام رنگ دیگه است یا خیر؟ بله ای رنگای تیره می باشه یا مثلا نیام از رنگای سیاه است یا سفید به نام جی آی بلک نامش است. بله سایزش باز کلانتر می باشه. بسیار عالی. از این سنگ در کدام قسمت‌های خانه استفاده می‌کنید؟ یا از این میتونین در زینه استفاده کنین در چوک زینه در سالن دستشوی حمام به هر جایی که بخواین کار میشه چون سنگ چیزی است که در هر جای بخواین کار میشه. یعنی دیگه فرق نمیکنه جاش مشخص نیست. مشخص نیست فقط او را باید باز مشتری انتخاب میکنه که باید در کجا کار شود. خب بسیار زیاد سلامت باشین تشکر. خب حیثان بیننده اینجا در مورد سنگ ها صحبت کردیم در مورد رنگایشون دیزاینایشون اینا بس چه خوب است که برای ما در مورد کاشیایی که گفتن در مورد کاشی همچنان معلومات حاصل بکنیم و در مورد کاشیشون همچنان بدانیم و در با این دیدین که بر شما صفی‌الله جان درباره سنگ های خودان معلومات دادن که از کشور ایران وارد میشه در مورد رنگایشون در مورد نام سنگ ها که هر سنگ نامش فرق میکنه و حالا آمدیم که در مورد کاشیایشون بر ما معلومات بدن که کاشیشون به کدام رنگ هاست به کدام سایز هست و آیا کاشی‌ها هم از کشور ایران وارد میکنن یا هم از کدام کشور دیگه. خسته نباشین صفی‌الله. خب میشه بر ما حالا در مورد کاشی معلومات بدین که آیا هم کاشی هستن یا سنگ هستن چون که شکلشون مثل سنگ است. یا نه خیر یا گرانیت است. یعنی نه کاشی است نه سنگ. بله چون یا طبیعی نیست مصنوعی است. خب اینا مصنوعی هستن. بله یا مصنوعی است طبیعی نیستن یا گرانیتای یک لخت میباشن. در چند متر میان در چند سایز؟ تقریبا دو سایز میاد. 1 متر 20 در 2.40 است و 1 متر 20 در 3 متر. کدام سایزش باز بیشترین فروشات رو داره؟ بیشترین فروشاتش هم سایزهای 3 متر داره چون یگان جای بسیار چیز میباشه که سنگ یگان تا نمیتونه بخره باز میتونه اینجا کار کنه چون یا به شکل یک لخت میاد. تختای کلان است که در افغانستان تا کس نآورده. درست. یعنی باز اینا دیگه در قیمتشون هم متفاوت‌تر هستن نسبت به سنگ. بله فرق میکنه چون اون سنگ است این کاشی است گرانیت است. خواهمخواه فرق میکنه چون اون سنگای طبیعی است سنگای معدن است یا باز کمپانیایی که در ایران است یا را تولید میکنه. باز دیگه اینا شاید در قسمت رنگایشون هم فرق داشته باشن. درست رنگ مصنوعی شاید شون. بله همشون رنگ مصنوعی است قالب است. وارا که شما دیدین سنگای اسلپ و کل سنگای معدن است طبیعی است یا باز مصنوعی سر شکل را که بخواین براتون جور میکنه. و کاشی‌ها در کدام قسمت است که بریم در مورد کاشی‌ها همچنان صحبت داشته باشیم. عزیزان بریم به طرف کاشی ها و ایرک بر ما معلومات دادن گرانیت بود که نه سنگ و نه هم کاشی بود و حالا اینجا دیگه کاشی های زیبا و مقبولشان است به رنگ‌های مختلف و سایزهای مختلف. میشه بر ما در مورد کاشی‌هایتان معلومات بدین؟ هم قسمی در ابتدا گفتم که آیا کاشی‌هایتان هم تنها از کشور ایران وارد میکنین تمام مسئولیتان شما یا نه از دیگه؟ بله ما تمام مسئولیت خود از ایران وارد میکنیم چی کاشی چی سنگ چی گرانیت همش کلش تولید خب میشه در مورد کاشی بر ما معلومات بدین که بیشتر از این کاشی در کدام قسمت خانه استفاده میکنه؟ چون یا گلای مشخص ندارن مثلا میتونین در دالیس
استفاده کنین، در سالن استفاده میکنن، به تشناب، آشپزخانه، به هر جایی که بخواین کار میشه. چون بعضی کاشی هست که گل می داشته باشه مشخص می باشه که از تشناب یا از آشپزخانه، یا باز گل مشخص نداره، به هر جایی که بخواین کار میشه. یا باز سایز بندی میشه، مثلا سایز خردم دارن، متوسطم دارن، کلان دارن. این کدوم سایزش هست؟ این سایز کلانترش. سایز کلانترش. بله، تقریبا 30 در 1 متر میشه. خب در مورد این گلاش بر ما بگین. به طور مثال مشتریتون میگه ما همین سنگ میخوایم ولی این گلاش نمیخوایم. باز دیگه گلام دارین که برای شما ما پیشنهاد بکنیم. خب یا که از خود کمپانیشون که تولید میکنن، بله، یا سیت مکمل میگه کاشی گل کف می داشته باشه. باز اون نظر به انتخاب مشتری مثلا میگه که نو گل کاتیز امروزی کاشی بده. ما مشکل نداریم، امور میتونیم. ولی اون سیت که باز خود کمپانیش میه دایره که باز خود از سیت میکنه کم فرق داشته. و در قسمت ازیش بگین بر ما، چون اینجا طلایی رنگ کار شده، باز میشه مشتریتون بخواد دیگه رنگ استفاده بکنه یا میخواد نگین برش بده، باز امکان داره؟ مشکل نداره. یا چون علایده است، دانه‌ای علایده میباشه، میتونین نقره‌ایش بگیرین، میتونین سفیدش بگیرین، میتونین طلاییش بگیرین. معمولا به رنگ کریم طلایی میخوره. و در مورد رنگش بگین، دیگه رنگام داره یا نه تنها یک رنگ؟ بله، این رنگ کریمش هست، اون رنگ دیگه‌ش رنگ گری است. رنگ گری است. و این فرق میکنه باز دیگه؟ بله، این باز رنگ سیاهش است. کاشی هم از خود نامای متفاوت دارن یا نه؟ بله، هم نام متفاوت دارن، هم کد متفاوت. خب یعنی کدایشون هم متفاوت است، رنگایش. مثلا تو شده گاهی مشتریتان کد یک کاشی رو گفته باشه و رنگ هم از دیگه‌اش، شما هر قدر که پلیده باشین که ما اصلا به چیز نداریم. نه، فضل خدا تو چیز نشه، چون ما دیتابیس داریم که مشتری که از ما بل میکنه ثبت میباشه. یعنی که 1 سال 2 سال بعد 3 سال بعدم بیا که بگه که من نزدیک کاشی برده بودم که فقط اسمش بگه موبایلش پیدا میکنه اون چیز رو برده اون چیز برش. یعنی باز دوباره بهش پس از اون کیفیت اگر موجود باشه در کدام ما، باز اگر نبود بهشون میخواین، باز دیگه اگر نبود دیگه باز میگم یا یک رنگ دیگه بگیرین. بله، یا اگر منتظر میشینین باز برتون میاد، چون در متراژ کم باز نمیتونه. بله. خب عزیزان، اینجا نه بر علاوه سنگ، بر علاوه کاشی و گرانیت، وسایل تشناب یا هم وسایل حمام همچنان وجود داره از قبیل شاور اینا. پس چه خوب است بریم در مورد اونا همچنان صحبت داشته باشیم. با دو رنگ بسیار زیبا و مقبول، رنگ طلایی و رنگ نقره‌ای یا هم رنگ سفید میتونیم برش بگوییم که میشه بر ما در مورد از اینا معلومات بدین که اینا را از کدام کشور وارد میکنین و بر علاوه از این دو رنگ دیگه رنگ هم دارن یا تقریبا 3 رنگ، یک رنگ طلایی است، یک رنگ نقره‌ای است، یک رنگ با سفید طلایی است. بله، همش تولید ایران است. بله، میکس سفید طلایی است، همش تولید ایران است. در این شب روز اگر بیشتر متوجه شده باشیم، هموطنان ما بیشتر رنگ طلایی را در منازل خود استفاده میکنن نسبت به رنگ سفید و رنگ نقره‌ای. میشه بگین دلیلش چی است؟ خب رنگ طلایی به رنگ میخونه، مثلا به رنگ کریم میخونه، به رنگ گری میخونه، به رنگ سفید میخونه، به رنگ سیاه میخونه، همخوانی زیادتر میداشته باشه. نقره‌ای که از فقط مثلا میتونین به یک سفید کار بگیرین، ولی طلایی باز به هر رنگ میخونه. اینا هم کلش به شکل سیت میآین مکمل، یعنی فرق میکنن. سیت هم است و پیس هم است، میتونین یک پیس هم بگیرین مشکل نداره، ولی سیت هم. یعنی هموطنان ما مثلا میگن شاور از یک سیت میخوایم و بعض لوازم دیگه‌ش از دیگه سیت میخوایم، باز فرق نمیکنه. مشکل نداره. یا مثلا دانه‌ای هم است، پیس هم است و سیت مکمل هم است. مشتری که بگه سیت مکمل میتونش که اگر مثلا یک پیس بگه یک پیس هم برش میده. بسیار عالی، سلامت باشین. تشکر یک جهان بابت از اینکه وقتتون بر ما گذاشتین، بابت از اینکه معلومات بر ما هدیه کردین. حرف پیامی باشه در اخیر کاملا در خدمت. سلامت باشین، خیر ببینین، وقتتون خوش. یک جهان تشکر. زنده باشین. خب عزیزان بیننده بود گزارش امروزی که ما مروه برهانی از شرکت سنگ فروشی یا هم از دکان سنگ فروشی به شما عزیزان تقدیم کردم و دیدین که در قسمت های مختلف اینا فعالیت داشتن، بر علاوه سنگ در قسمت کاشی، در گرانیت و همچنان وسایل و لوازم
که در حمام استفاده میشن، اینا فعالیت داشتن و واقعا همش فوق العاده عالی بود. تشکر از اینکه تا حال با ما همراه بودین. تا گزارش دیگری که باز هم مروه برهانی من تو شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همگیتان به پروردگار یکتا میسپارم. پیام به کامتان فراموش نکنین که کامنت، سابسکرایب و لایک را داشته باشین و مثل همیشه ما را حمایت بکنین. چون حمایت شما باعث قوت قلب و نیروی بیشتر میشه که ما برای شما عزیزان برنامه‌های خوبتر و جالبتر را تقدیم کنیم. ایام به کامتان. خدا نگهدار.